الو بچه ها، سلام. خوش آمدین به خونه جدید ما. اینجا 1425 ایست ویو کورت منزل جدیدمونه. البته این خونه رو که میدونین که خیلی کار داره، ولی ظاهرش خیلی قشنگه و همسایگیش بسیار زیباست. اینجا اوشن ساید کالیفرنیا هست. حالا وارد خونه بشیم. بابا چیکار میکنی؟ میخوام ببینم این آبش چی؟ کنتورش کار میکنه یا کار میکنه. اومدن باشون حرف زدم. بابا اینو بگی. اینو وارد خونه میشیم. اینجا اتاق نشیمنه، سقفش خیلی بلنده. اینم پنجره به خیابون. بهتون گفتیم که این خونه خیلی کار داره، خونه بانکیه و ما باید یک مقدار زیادی خرج کنیم تا این خونه رو بتونیم واقعا اون چیزی که دوست داریم درست کنیم. خوبی این خونه که این خونه منظره داره و روبروی پارک ملی هستش و این حیاتشه. حالا اینجا رو میخوایم برای مامان دستشویی درست کنیم. یه دستشویی کوچولو هستش ولی تمام قسمت رو میبندیم، آشپزخونه رو میبندیم و اینجا تبدیل به دستشویی بزرگ میشه. اینجا هم قرار اتاق مامان بشه. این اتاق کوچولوی بانمکیه ولی خیال داریم جلو در بذاریم، یکم ببریم جلوتر، یه در زیبایی بذاریم که مامان بتونه بیاد بیرون. حالا باید خونه رو قشنگ بکنیم تا مامان بیاد لذت ببره. فعلا زیاد مامان اینجا خوشش نمیاد و تا وقتی که درست بشه. این هم بیرون حیاتمونه و همونطوری که میبینید کوه و دشته و زندگی کوه و دشتیه و البته اینجا پر از همسایگی و مردم زندگی میکنن. صدای بلبلام که دارن میاد. اینم درخت توت ها بچه ها، درخت توت. خب خیال داریم انشالله اینجا رو یه استخر درست کنیم و گردیه میبینیم اونجا ها. میخوام اینجا استخر درست کنیم. بعد بابا اون گردیه رو فکر نکردین چی بوده؟ گردیه تو حیات. گردی اون چی بوده؟ قبلا باغچه بوده دیگه. باغچه بوده. بابا این گاراژ داشت. اینم گاراژ بابا. قراره بابا اینجا طبقه بندی کنه و حسابی اینجا کار کنه و انشالله طرح‌ها و پروژه های مختلف رو اینجا انجام بده. خدا رو شکر گاراژ دارم شدیم. اینم در گاراژ اتوماتیکه که داریم. بابا بس کردیم، من زنگ زدم. آره هم برق هم آب همه چی داریم. من برم بالا رو از فیلم برداری کنم که شما ببینید که بالا چجوریه. خب همونطور که گفتیم همه چی باید عوض شه. آقای قادری و تیمشون حاضر میخوان که اینجا رو عوض کنن و اینجا رو خوشگل کنن برای ما. این یه اتاق که کار داره. این یه اتاق دیگه، این دستشویی اول برای بالا. این هم یه اتاق دیگه با منظره کوه و دشت و این هم اتاق بزرگش که دستشویی خودشو داره اینجا که قراره که اینجا رو عوض کنن همه چیشو. و اینم ایوون بزرگ خونه و این هم خونه همسایه که خیلی قشنگه. حالا ما میخوایم خونه رو مثل خونه همسایه بکنیم در آینده انشالله. نه خونه ما در حال حاضر و حالا فیلم میگیریم موقعی که این خونه رو تموم کردیم کارشو که شماها ببینین. پس فعلا خداحافظ. اینم از خونه مهدی عراقی ها با 255 تا. فعلا خداحافظ. بای.